منتخب جیوجیتسو و گریپلینگ تاجیکستان دوام یک ماه اخیر در امارات متحده عرب در دو مسابقه سطحی بلند شرکت نموده صاحب دستاوردهای ارزنده گردید. در مسابقه بین المللی دبی در نمود گی ورزشگران رشته جیوجیتسو 3 مدال طلا به دست آورده، در نمود ناگی 5 مدال طلا را صاحب شدند. در چمپیونات کشاد امارات متحده عرب که در ابوظبی دایر شد، جیوجیتسو چیونیمو با گرفتن 2 مدال طلا و 1 نقره مشرف شدند. با این دستاوردهای ارزنده منتخب جیوجیتسوی تاجیک به وطن برگشت. مینداری خود را با کامل با امراد میرسونم که برای تمرین ما شب و روز مهنت میکند و ما را تیار میکند و ما در مسابقه های بین المللی پرچم جمهوری تاجیکستان را میبرداریم. من در مسابقه دبی برآمد کردم، از نمود ناگی و گی برآمد کردم و در آنجا در وزن 77 کیلوگرم سزاوار جای اول گشتم. ما تیاری خود را با بازی‌های آسیایی تیاری دیده ایستادیم و می‌خواهیم که در آنجا پرچم تاجیکستان را بالا برداریم. در مسابقه بین المللی با جیوجیتسو و گریپلینگ که در امارات متحده عرب گذاشته بود سزاوار جای اول گرفتم و در مسابقه جیوجیتسو و گریپلینگ از نمود گی و ناگی جای اول را گرفتم. در آینده نقشه دارم که باز هم با مسابقه گوناگون میرویم و دست بالا شده میایم. همکنون منتخب جیوجیتسو با بازی‌های آسیایی که برگزاریش ماه سپتامبر در هنجزو چین در نظر است آمادگی می‌بیند.